سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو ما و قرار داخل این ویدیو آشپزی کنیم، البته کیک بپزیم و آموزشی هم به شما بدیم. خب خیلی وقتتون رو نمیگیرم، کانال ما رو سابسکرایب کن، اون زنگوله رو بزن که من هر وقت ویدیو داشتم از ویدیو من غافل نشی. لایک یادت نره. دوستان در ادامه ما 3 تا دونه تخم مرغ میخوایم، یه دونه پودر کیک میخوایم و یه لیوان روغن میخوایم، یه دونه تاوه میخواستیم و در ادامه یه دونه مایکروویو و یه دونه همزن و یه کمی آب. البته ما شما میتونید شیر بریزید و آب. البته ما شیر نشینیم و آب داخل. خب بریم تخم مرغ رو در بیاریم و دوستان به مرحله میرسیم که اینجا باید تخم مرغ رو هم بزنیم و داخل این مرحله که وقتی تخم مرغ رو به صورت هم زدید، روغن رو بهش اضافه میکنید. حالا روغن رو کلش رو میریزیم و بعد آب. حالا دوستان شیر بریزید یکی تو شیرین‌تر میشه، ولی ما از شکر هم میتونیم استفاده کنیم و هم میزنیم و تا جایی هم میزنیم که دوستان قشنگ کف کنه و پوف داشته باشه که کیکمون قشنگ پوف کنه. باز میکنیم و بله دوستان کیکو تا جایی جا داره همشو کم کم میریزید. خب اگر کم کم نریزید ممکنه که شما یا از همزن استفاده کنید. اگر از همزن استفاده میکنید کیکو کم بریزید و بله، چون که کم بریزید به خاطر اینکه کیک پودر کیک میپاشه و به خاطر همون که من کم کردم. اگر داخل تا اینجای ویدیو همراه ما بودید لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره، چون که من ویدیو رو کوتاه کردم، یعنی کات زدم و هم زدن اینا یکم مشکل بود و یکم جا پاشید و لایک و سابسکرایب دیگه خلاص یادتون نره. خب دوستان ببینید این داخل این مرحله شما باید مایکروویوتون رو بذارید تا یکم داغ شه. داغ که شد اول رو حرارت پایین بپزیدش. حالا اینجا رو حرارت 180 درجه 40 درجه ما میذاریمش رو نه ساعتش ببخشید میذاریمش روی 180 درجه اونجوری زده بودیم 140. بله میذاریم تو درجه 140، چون که اگه رو درجه بالا بزنید موقعی که میخواد کیکتون رو در بیارید، من چند سری کیک درست کردم میدونم، اگه رو درجه بالا بزنید یعنی همون 180 درجه که جوابش نوشته بود، آره ته کیک میسوزه، یعنی جدا نمیشه. و اگه دماش پایین باشه و 20 دقیقه پایین باشه دمای 40 درجه و 20 دقیقه بالا و برای اینکه بخواید بفهمید کیکتون پخته یا نه، یه لحظه در کیک یه چیزی داره میکشید بیرون و یه دونه چاقو میزنید داخل کیک. اگه کیکتون نچسبید، یعنی خمیر و اینا بهش نچسبید، یعنی کیکتون پخته. و اگه چسبید بعد بذارید کیکتون بپزه. خب مثلا تا اینجای کار کیکمون تا نصفه پخته و همین قشنگ پف کرده و مارک خوبی بگیرید. کیک رشد مارک خوبیه و کیکتون تمامزی خوب میگیره. می‌بینید اصلا دور و برش اینجوری کن. میشن اوه بله دوستان این از کیکمون. خب مثلا تا اینجای کار کیکمون تا نصفه پخته و همین قشنگ پف کرده و مارک خوبی بگیرید. کیک رشد مارک خوبیه و کیکتون تمامزی خوب میگیره. اصلا دور و برش اینجوری کن. میشن اوه بله دوستان این از کیکمون. بله دوستان این از ویدیو امروز بود که در مورد آشپزی و کیک درست کردن بود و حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله رو بزنید که من وقت ویدیو داشتم از ویدیوهای من غافل نشید. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.